کتاب کافی کلینی: کل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. هر حکومتی که قبل از ظهور امام زمان تشکیل شود اون حکومت طاغوت است. زندگی بکنید، کار بکنید، زحمت بکشید. حالا کسان امام صادق علیه السلام انقلاب نکرد، دولت تشکیل نداد که مثلا کافر نیاد دولت را ما دست خود ما باشد. مثلا این بله خیلی وقت است که کافر از مسلمان بهتره. مغول ها آمدن کشورهای اسلامی را گرفتن. صدام را سرنگون کرد، امریکا آمد عراق را گرفت مثلا. این بله آیا این خیلی بده؟ مثلا خیلی بده؟ نه، من که زیاد. کل رایت قبل از امام چیه؟ فهو طاغوت. این روایت مال ابو مسلم خراسانیه که امام صادق علیه السلام زمانی که ابو مسلم خراسانی قیام میکنه و شاید برخی از شیعان خیال میکنن که باید بهش بپیوندن، امام منع میکنه. ولی از اینا که میگن قبل از ظهور حکومت اینا تشکیل داده، این اصلا هیچی از مهدویت نفهمیدن، اینا خیلی تعطیلن. اینهایی که میگن که هر علمی بلند باشد و هر حکومتی خیال کردن که هر حکومتی باشد این در خلاف انتظار فرج است، اینها نمیفهمن چی دارن میگن. اینا تزریق کردن بهشون تا این حرفا رو بزنن، نمیدونن دارن چی میگن. چه کار امام زمان که ای خودش بیاد که دیگه مسئله نداریم که. ایجاد حکومت، زمینه سازی حکومت، ایجاد اون حکومت کار ماست. همه مقدمات اون ایجاد ما باید انجام بدیم. قاعده اشتراک احکام و همینطور قاعده جامعیت اسلام که اینا منحصر به عصر حضور نیست، مربوط تا عصر قیامته. میگه اگر کسی قبول کرد که ان حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، این دیگه نمیتونه بگه که نظام سازی در عصر غیبت وظیفه ما نیست. اصلا اگر حکومت نباشه بسیار از آیات عمل نمیشه. یکی از دلایل اصلی عدم ظهور امام صادق فرمود خوف از قتل، چون متاسفانه دیگه شیعه نتونسته جون امامش رو حفظ بکنه. یه امامش 14 سال تو زندان بوده، یه امامش تبعید بوده، یه امامش تو پادگان نظامی نگه داشته میشده، یک امامش عاشورایی پدید آمده و اون داستان ها. تا روزی که زمینی نتونه، به شما بگم تا روزی که زمینی نه با معجزه، اگه با معجزه بود خب 500 سال قبل میومد، چه فرقی میکرد؟ اگه بنا بود بدون هیچ مشکلی حکومت امام زمان تمام جهان رو در بر بگیره، پیامبر خدا این کارو میکردن، امیرالمومنین علیه السلام این کارو میکردن، سر سید الشهدا علیه السلام بالای نیزه نمیرفت، اینقدر مصیبت تحمل نمیکردن اهل بیت. حالا از شیعه باید به قدرت برسه. امیرالمومنین از جان امام زمانش چجوری دفاع کرد؟ با شمشیر. چرا اونا شمشیر داشتن؟ امروز امام زمان ظهور بکنه و با موشک نمیزنن اون نقطه رو. از شیعه باید خودش موشک داشته باشه. خب شیعه که ارتش نداره چجوری موشک داشته باشه؟ غیر اینه. شیعه که حکومت تشکیل نده چطور میتونه ارتش داشته باشه؟ چیزای عقلی دو تا چهار تای عقلی اینا که میگن شیعه نباید قبل از ظهور حکومت تشکیل بده، اینا خدا شاهد دارن ظهور عقب میندازن. حفظ مرزها واجبه. اگر حفظ مرزها واجبه پس داشتن قوای مسلح هم بگید واجبه. صدام به ما حمله کرد، اگر ما تک تک خونمون نماز بخونیم صدام میمد تو خونمون هم میمد، خودش و لشکرش. وقتی صدام سیدی خورد که کسی مثل امام فرمود من به صدام سیدی میزنم، مردم هم گفتن لبیک. 11 بار امام آماده بود، مأموم آماده بود، امام رو به مذبح و قتلگاه بردن. این بار خدا تا مأموم آماده نشه امام نمیفرسته، چون آخریشه. اگه 20 تا میداشت 19 تا شاید بفرسته، چون آخریشه. تا حسن نیتی تو نشون ندی از جان او حفاظت میکنی نخواهد فرست. عزاداری امام حسین که از توش ظلم ستیزی در نیاد، از توش یزید زمان نشناسید،
از توش آتیش نگیری که بگی امام زمان سال 61 هجری تنها نگه گذاشته شد، امام زمان سال 61 هجری تنها گذاشته شد به شهادت رسید، امام زمان 1395 96 نباید تنها بماند. چون این انقلاب هست که انتقام از زهرا رو میتونه بگیره و زمینه ظهور منتقم رو فراهم میکنه. عزاداری که توش این در نیاد 2 قرون نمیارزه. ادای وفاداری ما، سرسپردگی ما به انقلاب اسلامی بحث دولت نیست. آبمون چیه، تلفنمون چیه، نه واقعاًمون چجوریه، اینا رو که خب باید باشه سر جای خودش، اما مسئله خیلی بزرگتر از این حرفاست. غیبت نعمانی هست این دوباره. وجود مقدس و نازنین امام باقر علیه السلام فرمود قبل از آمدن مهدی ما یک نهضت زمین ساز تو ایران زمین سازی میکنه و پرچمی در ایران بلند میشه. پرچم کنایه از حکومته، وگرنه پرچم که تو تاریخ خیلی بلند شد. پرچم کنایه از دولت و حکومته، پرچمی تو ایران بلند میشه. دوران نورانی و با عظمت و با شکوه حاکمیت معصومین و کره زمین رو مأموریت مردم ایران هست. انقلاب ایران مأموریتش اینه، به مردم این وظیفه رو دارن. ما چقدر سعادتمندیم که در طول تاریخ این مسئولیت رو خدا به ما سپرد. این پرچم رو به دست کسی نمیسپارن مگر به دست صاحبتون.